أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید، حالا در کتاب ادب طعام هستیم که باب بسم الله گفتن در اول طعام و الحمدلله گفتن در آخر طعام. در حدیث 732 رسیدیم. حدیث 732 از کتاب ریاض الصالحین: و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی که از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، یعنی که بود رسول الله صلی الله علیه و سلم طعام میخورد فی ستة مع اصحابه، یعنی همراه 6 نفر از اصحابش، همگی 6 نفر شده طعام میخوردن. فجاء اعرابی، پس در این هنگام آمد اون اعرابی، یک اعرابی نشینه، میگه در همین وقت طعام خوری پیغمبر با اصحابش آمد. فاکله بلقمتین، پس میگه خورد، فاکله، پس خورد همه همون طعام را بلقمتین، ماشاءالله همه 2 لقمه اش کرد، فهمو 2 پنجه اش زد، طعام خلاص کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم: اما انه لو سمى لکفاکم، اما گفت انه، هر آینه همین اعرابی، لو سمى، اگر که بسم الله میگفت، لکفاکم، حتما کافی بود این طعام برای همه شما. یعنی که اون عربی 2 لقمه کرد، به بسم الله که خورد خلاص شد. اگر بسم الله گفته میگه میخورد، هم عربی سر میکرد و هم این اصحابی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، هم اینها همه‌شان سر میکردن. یعنی که اون عربی به بسم الله اون طعام را 2 لقمه کرد که برکتش نماند. رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است و گفتگی است که حدیث حسن و صحیح می باشد. خب بعد از این حدیث 733: و عن ابی امامه رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم كان اذا رفع مائدته قال، میگه که از ابو امامه رضی الله عنه روایت است که هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم كان اذا رفع مائدته، بود هنگامی که جمع میکرد دسترخوانش را، اون بگیم جای طعام خوریش وقتی که جمع میکرد، قال، پیغمبر میگفت که الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا یا ربنا. خب پیغمبر این دعا را میکرد. این دعا چی است؟ الحمدلله کثیرا، یعنی حمد و ثنا از برای الله، کثیرا یعنی بسیار، حمد و ثنای بسیار، طیبا، حمد و ثنای پاک و حمد و ثنای خوبه برای الله سبحانه و تعالی، مبارکا فیه، و حمد و ثنایی که مبارک باشد، یعنی برکت داده شده باشد، یعنی حمد و ثنای بردوام، حمد و ثنای با استمرار، غیر مکفیین، یعنی که این حمد و ثنا غیر مکفی است، یعنی کفایت نمی کند، یعنی الله سبحانه و تعالی شایسته تر از این حمد و ثنا است. هرچند که ما حمد و ثنا بگویم الله را، الله با از این هم زیادتر شایسته تر از غیر مکفی است، یعنی که همین حمد و ثنای ما کفایت نمی کند این گفتگیامون، هرچند بسیار هم که بگوییم. ولا مودعین، و همچنین غیر مودع هست، یعنی که ترک کرده شده نیست، یعنی که به مثل دیگران نیستیم که کاملا حمد را ترک بکنیم، فهمو؟ یعنی که ترکش نمی کنیم، همون قدری که قوامون هست، تواناییمون هست، همون قدر الله را حمد میگوییم. ولا مستغنا عنه، و همچنین کسی به نیاز نیست از حمد الله سبحانه و تعالی. ولا مستغنا یعنی که به نیاز نیست از حمد و ثنای الله سبحانه و تعالی، یعنی که انسان نیاز دارد، انسان احتیاج دارد
به حمد و ثنا گفتن الله سبحانه و تعالی. ربنا یعنی که یا که ربنا، هر دی وجه خوندن جایز است، میشه بگوی ربنا یا که ربنا، یعنی که اگر بگوی ربنا یعنی اون پروردگار ما است، اگر بگوی ربنا یعنی که ای بار الها. این در آخری دعا گفته می شده که ای بار الها. خب این بود دعای بعد از جمع کردن دسترخوان. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 734 و عن معاذ بن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از معاذ بن انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم من اکل طعاما فقال، هر کسی که بخورد طعام رو پس بگوید الحمد لله الذي اطعمني هذا، یعنی که حمد و ثنا از برای الله که اطعمنی هذا، یعنی داد از برای من این را، همین طعامی که حالا خوردم الله برای من داد، حمد و ثنا الله را. و رزقنیه من غیر حول منی ولا قوه، و رزقنیه یعنی که نصیب من گردانید الله سبحانه و تعالی همین طعام را، و رزقنیه نصیب من گردانید الله سبحانه و تعالی همین طعام را، یا که روزی من گردانید الله سبحانه و تعالی، رزق من گردانید الله سبحانه و تعالی همین طعام را، من غیر حول، بدون حول، یعنی که من غیر حولین به تاوان، فهمو؟ به تاوان، یا که به آنه که سعی کرده باشم من، فهمو؟ به سعی که از جانب من باشد الله سبحانه و تعالی این طعام رو برای من داد، منی یعنی از جانب من، ولا قوه، و یگان قوه من صرف کردگی نیستم، و یگان قوه نیروی من صرف نکردم، الله سبحانه و تعالی این طعام رو برای من چیکار کرد؟ نصیب گردانید. و رزقنیه یعنی روزی من گردانید، بدون یگان تاوانی که من داده باشم یا که یگان قوه که من صرف کرده باشم الله این طعام برای من نصیب گردانید. میگه غفر له ما تقدم من ذنبه، به سبب همین دعا را گفتن بخشیده می شود برای اون انسان ما تقدم من ذنبه، آن گناهانش که پیشتر گذشتگی بود، یعنی گناهان گذشتهش بخشیده می شود برای این دعای کرده اش. خب این بود باب بسم الله گفتن در اولی طعام و الحمدلله گفتن در آخر طعام. با همین این باب به آخر رسید. میگذاریم در باب بعدی. باب بعدی میگوید بابون لا یعیب الطعام و استحباب مدحه. لا یعیب الطعام یعنی که باب در مسئله عیب نگیرد برای طعام، عیب نگرفتن طعام، یعنی که ایراد نگرفتن طعام، باید ایراد گرفته نشود از طعام. و استحباب مدحه، باب همچنین در مسئله مستحب بودن تعریف کردن طعام، مستحب است که اون طعام تعریف کرده شود. مثلا یک از طعامت میورد باید عیبی طعام نگیری، بلکه باید اون طعام را تعریف بکنی، مدحش بکنی. خب در این باره اکنون امام نووی رحمه الله برای ما دو حدیث تقدیم میکند. حدیث اول حدیث 735 عن ابی هریره رضی الله عنه قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت ما عاب رسول الله صلی الله علیه و سلم طعاما قط، یعنی که عیب نگرفته از رسول الله صلی الله علیه و سلم از طعام هیچگاه، باری نشده است که رسول الله طعام را عیبش را گرفته باشد، یعنی ایراد گرفته باشد. البته طعام حلال را هیچگاه ایراد گرفتگی نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم. این اشتهاه اکله، یعنی اگر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشتها پیدا میکرد، یعنی علاقمند میشد، اگر میخواست اکله، میخورد اون طعام را، اگر که پسندش میشد، علاقمند میشد، اشتها پیدا میکرد برای اون طعام، میخوردش. و این کریهه ترکه، و اگر که دوست نمیداشت اون طعام را ترکش میکرد، نمیخوردش، عیبش نمیگفت، یعنی عیب نمیگرفت، بلکه
ترکش میکرد، نمیخوردش. این بود عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم. حدیثی چی است؟ متفق علیه است. بعد از این حدیث 736 و عن جابر رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم سأل اهله الادم فقالوا. میگه که از جابر رضی الله عنه روایت است که هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان شد اهلش را از ادم. ادم یعنی که چیزی آبی هست که یا چیزی ملایمی هست که با نان خورده میشد. مثلا امروزه ده میشه بگیم که با مثل مسکه یا که مربا یا که یعنی چیزهایی که با نون یک جا خورده میشود، نون در رو تر میکنی میخوری، همون را چی میگن؟ ادم. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اهلش پرسان شد که آیا ادم هست؟ آیا ادم هست که قطعی نون بخورد؟ فقالو، پس اهل پیغمبر گفتن که ما عندنا الا خلون، گفت نداریم ما مگر اینکه سیرکه، فقط سیرکه است و بس، آب سیرکه، دیگه یگان چیزی دیگر نیست. فدع بهی، پس خواست پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون آب سیرکه را، گفت بیارین آب سیرکه را. فجعل یاکل و یقول، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم شروع کرد میخورد و میگفت. پس شروع کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوردن آن آب سیرکه را با نون و باز هم میگفت که نعم الادم الخلو، یعنی بهترین آبیه که با نان خورده می شود این چی است؟ سرکه است. نعم الادم الخلو، بهترین آبیه که با نان خورده می شود، با نان همراه خورده می شود، این سرکه است. یعنی ببین پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعریفش کرد سرکه را. اصلا سرکه را مثلا امروز خوردن شاید تو بعضی شاید با نان استفاده هم نبرن، اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که این را خورد، با وجودی آنقدر چیزی بگیم با تعریف نبوده هم باشد، پیغمبر چیکارش کرد؟ تعریفش کرد، زیرا اینکه مدح طعام این مستحب است. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. با همین این باب با آخر رسید. باب نو، باب ما یقوله فی حضر الطعام وهو صائم اذا لم يفطر یا که لم یفطر. خب باب در مسئله ما یقوله، یعنی چی میگوید یا چی میکند من حضر الطعام، شخصی که نزدش طعام بیارن، و هو صائم، در حالی که این انسان پیشش طعام آوردن، این آدم روزدار بود. اذا لم یفطر، هنگامی که افطار نکند، هنگامی که روزش نخورد، یعنی در روزه نافله باشه، در روزه فرضی است یا در روزه قضا است، خلاصا روزه است که خوردش نمیتوند، یا روزه بگم نافله است حق دارد بخورد اما نمیخورد، در این هنگام چیکار باید بکند این آدم وقتی نزدش طعام آوردن؟ چیکار بکند؟ خب یک حدیث در این باره امام نووی میارد، حدیث 737 عن ابی هریره رضی الله عنه قال، میگه که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اذا دعی احدکم فلیجیب، یعنی هنگامی که دعوت شد کسی از شما، فلیجیب، باید اجابت اون دعوت را بکند، باید اون دعوت را قبول بکند، یعنی برود. فان کان صائما فلیصلی، پس اگر که اون انسان روزدار باشد، همین انسانی که دعوت شده است به یگان معرکه، به یگان توی، به یگان خرسندی خانه کسی، اگر که روزدار باشد، فلیصلی، پس باید دعا بکند. صلی یصلی چه به معنی دعا هست، پس باید این انسان دعا بکند در حق اون صاحب معرکه، در حق صاحب نان. و ان کان مفطرا فلیطعم، پس اگر که اون انسان میگه مفطر باشد، یعنی که روزه نداشته باشد، مفطر کسی که روزه ندارد، و اگر که اون انسان مفطر باشد یعنی روزه نداشته باشد، فلیطعم، پس باید بخورد، از طعام اون آدم باید تناول بکند. یعنی که کسی دعوتت میکند روزه دار هستی، باید در حق صاحب اون نان دعا بکنی، اما اگر که روزه نداری باید از نان اون بخوری. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم این توصیه را داد. پس در این باره
توضیح این مسئله این است که اگر که جای فریاد میکنن در روزه نافله هستی، حق داری که بخری، حق داری بخری. اما روزه فرضی باشد حق نداری خوردن. یعنی که روزه واجبی باشد حق خوردن نداری، اما روزه نفلی باشد حق داری که بخری. اما اگر در روزه نفلی نخوردی، باید صاحب خانه را آگاه کنی تا اینکه دلش دور نرود. صاحب خانه را بگوی که من روزدار هستم، من مثلا معرکت اشتراک میکنم، مثلا در اینجا هستم و روزدار هستم، تا اینکه وقتی طعام و پیش تو میارن میمونند و تو نمیخری، صاحب خانه در حق تو نیتی بد نکند و گمان بد نکند. برای خاطر باید صاحب خانه را است خبر کنی، یعنی که همه مردم هم نفهمد یا که همه دا اعلان نکنی، تا اینکه از ریا دور باشد. صاحب خانه را فقط خبردار کنی تا اینکه گمان بد در حقت نکند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. خب این باب هم با امین با آخر رسید. باب نو، باب ما یقول من دعی الى طعام فتبعه غیره. باب در مسئله چی کار بکند، چی میگوید یا چی کار میکند. من دعی الى طعام، یک کس فریاد کرده است. مثلا شما را یک رفیق تو فریاد کرده است که بگه خونه بگذارید. خب فتبعه غیره، همراه شما کسی دیگر هست یا همراه شما کسی دیگر برابر پشت در خونه او مرده کرد. مثلا یک از شما را گفت که بیا برای بگه خونه معرکه است یا بگه بیا در خونه بنشینیم و یکون مهمان داشتید قطیتان بود، یا یک کس از نیم راه همراهتان شد و قطیتان رفتن گرفت خونه هم آدم، او را فریاد کردگی نیست. در این صورت باید شما چی کار بکنید؟ زیرا که شما دعوت شدگی هستید، اون انسان دعوت شدگی نیست. باید شما چی بکنید؟ طبق سنت. خب در این باب امام نووی رحمه الله یک حدیث میارد، حدیث 738. عن ابی مسعود البدری رضی الله عنه قال، میگوید که از ابو مسعود بدری رضی الله عنه روایت است که گفت دعا رجل النبی صلی الله علیه و سلم لطعام صنعه له خامس خمسة. میگوید که فریاد کرد، دعوت کرد مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو برای طعام، برای غذاخوری. صنعه له، اون مرد میگه طعام رو برای پیغمبر آماده کردگی بود، یعنی که مقصد برای فریاد کردن پیغمبر بود. خامس خمسة، اما در این طعام بگیم 5 نفر بود، 5 نفر. خامس خمسة پنجمینشون پیغمبر. خلاصه در همین طعامی که آماده کردگی است 5 نفر است. یعنی گفتگی از پیغمبر که مثلا 5 نفر هستیم یا که مثلا 5 نفر می نشینیم، خلاصه برای 5 نفر بود، معلوم بود. فتبعهم رجل، پس میگه رفت همراهی ویها مردی، یک مردی دیگر زیاد شد، یعنی 6 نفر شدن. فلما بلغ الباب، پس زمانی که رسید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نزد در صاحب خانه، اون کسی که فریادش کردگی بود در نزد درش رسید. قال نبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم صاحب خانه را گفت ان هذا تبعنا، گفت هر آینه این مرد با ما همراه شد، یعنی یه مرد دیگر زیادی است. فان شئت ان تأذن له، پس اگر خواستی اجازتش بده برای خانت بدراید. و ان شئت رجع، و اگر تو خواستی باز میگردد. یعنی اگر درآمدنش نخواهی، طعامت کفایه کننده نباشد یا مسئله مخصوص باشد که باید همین 5 نفر صحبت بکنه، مسئله مخصوص است، در این حالت باشد رجع، این مرد باز میگردد. قال، صاحب خانه گفت که بل اذن له یا رسول الله، گفت که بلکه اجازت دادم وی را ای رسول الله، یعنی که اجازت دادم که بدراید و بنشیند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. این بود حدیث این باب. با همین این بابم با آخر است که این حدیث متفقون علیه است. این مسئله هم توضیح میخواهد، یعنی مسئله که کسی یگان جا میرود اگر که مسئله خاص باشد، یگان مصلحتی خاصی باشد، در این صورت کسی را باید انسان همراهش نگیرد. فهمید؟ زنه که شاید مسئله خاصه بین هم 2 نفر باید صحبت شود، سری است که باید نبراید، یا که مثلا معین بگه که تنها خودت هستی باید کسی را همراه نگیری. اما اگر که عام باشد، مثلا معرکه است، مثلا معرکه داریم فریاد کردگیم 50-60 نفر ختم حضرت بیا یا که همسایه بیا بگه، اگر در این صورت همراه خودت بردن با که ندارد، اما اجازت گرفتن سنت است.
با همین این باب به آخر رسید. باب نو باب الاکل مما یلیه و وعده و تعذیبه من شیء اکله. باب در مسئله خوردن از هر کس از پیش خودش و وعد و ادب دادن کسانی که بدخور هستند، کسانی که بیزیب میخورن اونها رو وعد بگیم پند و نصیحت دادن. این باب انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت که یک کسی در برمان شیشته است، خوردن خوب نمیداند یا بدخور است، اون را چیکار بکنیم، چی معامله قطعش بکنیم، این را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. با همین درس امروزه به پایان و در اینجا این درس رو به پایان میرسونم و تا درس آینده به الله تبارک و تعالی میسپارمتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.